چی رقم است خلاص شد کارش؟ نه کارش خلاص نشد او رفته پیشون خوی او رفت او رفته پیشون این سایکو این او رفته سایکو زنگ سایکو چی رقم است خواستم که پیشرفت کنیم بله تحصیلات عالی کنیم بخیر خب فعلا تحصیلات در کجا رسوندین؟ ما 2000 خلاص کردیم من کلر مان که فهمیده شد تاشقرغانی است والا نمی تاشقرغانی ها رو که میبینیم شناخته میشه طرفش میبینیم میگه نیم آدم از تاشقرغان است چی گپ باشه به نظری خواهر کس دیگه چهره و لبز و چیز فرق میکنه به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما هموطنان نهایت عزیز امیدوار هستم که در هر کجایی هستین جور و صحت و سلامت باشین تشکر از تک تک شما عزیزان که چینل یوتیوب کلتوره را به خاطر دیدن انتخاب کردین ما همیشه در تلاش هستیم بعد از این البته برای تک تک شما عزیزان از شهر زیبای مزار شریف بهترین گزارش ها را ترتیب و تهیه نماییم شما عزیزان هم لطف نموده ساعت 7 شام این گزارش های ما را بیننده باشین ما همیشه در تلاش این هستیم که نظر به ما کامنت های شما عزیزان گزارش را تهیه و ترتیب نماییم تا شما عزیزان بتوانین امو دیق به حساب ما دیق آوردین آیا که هم شاید دلتان تنگ شده باشه به خاطر وطنتان بتونین از امی دریچه از چینل یوتیوب کلتوره بیننده باشین تشکر از تک تک شما عزیزان که حامی همیشگی ما هستین سپاس سلام ماما خوب هستین؟ بخیر هستین آرام آرامی تشکر سلامت بخیر باشین نمیشه خود معرفی بکنین؟ نعمت الله جان از کجا هستین؟ از شلگر از شلگره ولایت بلخ بله فعلا باشنده شهر مزار شریف بله چقدر وقت شده که مصروف رکشادوانی هستین؟ 2.5 سال میشه قریبا 2.5 سال چی رقم است کاروبارت میشه نمیشه؟ از شکر از مقصد خوب است نظر به سال پیش دیگه کمتر شده کاروبار خب سال پیش کمتر شده کاروبار ولی کاروبار کم شده به نظر امنیت هست دیگه کاروبار کم شده دیگه کاروبار شو خوب میشه مقصد همیشه هم شکر میکشیم خوب است خب چی رقم از روزی چند باز براتون میشه برابرگی همه روز نمیشه 500 600 700 برابرگی دیگه یک رقم نمیشه این 500 600 تنها فایدهش است یعنی که اونمو چیش است قدم مصرف و دیگه کلش 700 میشه باز مصرفش کشیده چند روپیه میمونه مصرف کشیده 100 روپیه میمونه دیگه کلش نمیشه 700 که بونه بسیار پیسه است 700 هم نمیمونه داخل شهر شهر مزار شریف داخل شهر مزار شریف نمیمونه ریشوره باز در بیرون کسی نمیره دیگه کار کنه امریکا مگه مشکلات است خب شما داخل شهر مزار شریف هستین اینول سعی کنین داخل شهر 12 میمونه تا ساعت 1 3 بجه پس بسته میشه تو 3 بجه میمونه بعد از بسته میشه ما از
خطایی که بسته کردن از اون یادش داخل آمدن نمیتونه. خب زمانی که همون شلوغک شد دم بیگاه یا صبح بند میکنه مرکز هم داخل شهر که شلوغک نشه بعد از او بعد از آزاد میشه. بله بعد از آزاد است. یعنی شما هم تا 3 بجه وقت دارین که داخل شهر باشین. 3 بجه وقت داریم ما کار کنیم در اینجا بعد از باز میریم دیگه پشت راه خود گرفته. شما میرین یا نه ترافیکا شما رای میکنه؟ ترافیکای میگن ترافیکای نکنه خب ما اینجا استاد هستیم. بریم. بخیر سلامت باشین. چی پیام دارین؟ پیام ما بخیر دیگه هر کس در وطن خود خدمت کنه کامیاب میشه. بخیر. شکر سلامت بخیر باشین. عافیت داشته باشین. موفق باشین سلامت باشین. سلام بیادر خوب هستین؟ شکر الحمدلله. خودت خوب هستی جان جور است؟ تشکر سلامت بخیر باشین عافیت داشته باشین. میشه خود معرفی بکنین؟ اسمم میرویس باشنده مزار شریف. میرویس جان چی مصرفیت دارین؟ مصرفیت من ساز جور میکنم ساز سازی دارم. خود ساز سازی دارین؟ والا احمدالله ما تا بیادر یک دو تا ساز داریم می چی میگه رقم قایتک داره اونمو یزو کنده شده دیگه اونمو از پیش ما ماند به خدا چند روز دیستی من بی ساعت است یعنی 2 روز شده. والا دفعه دیگه اومدم میریم یک دو تا ساعت دارم سوزنکای زو خطا خورده محکم نمیگیره خدا. ما سوزنک میندازم دیگه هیچ خطا نخوره. بسیار خوب. اینا والا خوب شده اینا از خدا گیر کردی. نه ان شاء الله برای جور میکنم ان شاء الله برای. خب فعلا هم مشتری اومد به نظری؟ مشتری از مجاهد آمد. ما فعلا مزاحم نشده باشیم برای شما. مزاحم نشید دیگه چرا مزاحم شوی دیگه. فعلا کار بیادری ما رو بکنین. سلام خوب هستین؟ بخیر باشین سلامت. شکر سلامت بخیر باشین. میشه خودم معرفی بکنین؟ اسم قاری هدایت الله است. قاری هدایت الله از کجا هستین؟ ما از ولایت سمنگان است. از ولایت سمنگان. کدام ولسوالی؟ در یوسف. در یوسف پایین. بسیار خوب از منطقه دهی. بسیار خوب. دیگه صوتتون خراب شده اینجا آمدین پیش بیاد. بله بالتی خلاص کرده. خب بالتی خلاص کرده. این بیادر همیشه پیش میآمدین یا نه این دفعه سر خوردین آمدین؟ همین سر راست من از اون طرف چرخک زده پیش لالا اومدم اینجا جور میگردم. خب از اون پیش هم آشنایی داشتین امروز اینا. کار پخته کرده و مو خاطر آمدین از طرف دوره کرده پیش. بله. وظیفه تون فعلا در رسول درسی پایین است؟ نه من فعلا در کمربند است. در کمربند هستین؟ درس خود درس میخونین. بسیار خوب. مدرسه سلمان فارس. بسیار خوب. تشکر سلامت باشید. مزاحم نمیشم. چی پیام داری برای بیننده های ما؟ بیننده های پیام نمی است که هر شغل و کاری که دارن برادرادم شغل خود پابند باشه و تشکر. انا سلامت باشین. بخیر باشین عافیت داشتین موفق باشین. ما هم دیگه فعلا مزاحمتون نمیشیم. شما هم کارتون بکنین. چی رقم خلاص شد کارش؟ نه کارش خلاص نشده. او رفته پیشون. خو او رفت. او رفته پیشون. اینا سایکو. اینا او سایکو زنگ سایکو چی رقم است؟ اینا از اول نکردن خراب شده. بالتی خراب نه بالتی خلاص نکرده. نه بالتی هم خلاص کرد باز ماشینم خراب شده. این باز امکان جور شدن داره؟ امکان جور شدن نه نداره. اینا خلاص است دیگه. جور میسازه میره جورم کنم صحیح کار نمیته. ماشین اینا رو با شما دارین؟ پیدا میکنیم ان شاء الله هست. والا مجاهد صاحب سال تانم جور نمیشه. چی رقم میشه؟ مشکل نیست. یگان تا دیگه بگیرین مجبور دیگه. نبوده میکنه. بازی که ساعت. خب حتما بازی. ما سلامت بخیر باشین عافیت داشتین مزاحم نمیشیم. خوش باشین لالای. موفق باشین سلامت باشین. چی پیام دارید برای بیننده های ما؟ برای بینندگان عزیز محترم همین پیام دارم که از امارات اسلامی افغانستان بسیار زیاد خوش باشن. بسیار آرامی زیباست. فهمیدین عقب اقدار میته. اینی میده دیگه ما مردم غریب هستیم. ظلم تیر شد دیگه. پیام شما به عنوان یک کسی که غریب کار هستین برای تمام مردم ای است که در این حکومت شکر بکشین و کسایی که ظالم بودن اونا رفتن و فعلا زمانی شده که همه یکسان زندگی میکنن.
سلامت و بخیر باشین، عافیت داشته باشین، موفق باشین. خداحافظ. سلام ماما جان، خوب هستین؟ سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر جان جو، صحت خوب است؟ تشکر. سلامت بخیر باشین، عافیت داشته باشین. میشه خود معرفی بکنین؟ احمد مختار هستم برادر. احمد مختار، چی مسئولیت؟ مزار شریف هستیم، میریم کار میوه تازه را میکنیم. کار میوه تازه؟ هر چیز در فصل سودا میکنین؟ نه دیگه فصل‌ها دیگه کار میکنین؟ نه دیگه، هر میوه که در فصل خودش باشه. وظیفه تان نمیوه فروشی است؟ همیشه در نمی سایه شهر مزار شریف هستیم؟ همین سایه هستیم. بله. بسیار خوب. چند است؟ سیب چند است؟ کدام میوه را مردم بسیار زیاد میخره فعلا؟ خدا را شکر، حال فعلا خوب است دیگه. میوه تن خود ما است دیگه، حالا کمی ارزان است دیگه. میوه خارجی که باشه قیمت است، اقتصاد مردم هم ضعیف است که از خریدام نمیتونه دیگه. خدا را شکر، حال میوه وطن خود ما است فعلا ارزان است دیگه. نمو سیب خوبش 50 روپیه یک کیلوش سودا میکنیم. فعلا وقتی کدام میوه بسیار زیاد است؟ خب فعلا دیگه این وقت نو دیگه تازه وقت سیب است دیگه. وقت سیب؟ بله سیب برآمده است. سیب دفعلی سیب دیگه وقتی کیلا و دیگه. بله چیزا سودا میشه. چی رقم است نرخ نو؟ فعلا نو تازه هم برآمده. نرخ نو تازه که برای خوب قیمت است یا نه که چند وقت که خوب زیاد شد؟ از وطن خود ما به خاطر از اینکه ما سردخانه نداریم دیگه، همین تازه هم برای قیمت نیست. به خاطر از اینکه ما نداریم جایی که نگاه کنن مثلا دیگه میوه تازه است دیگه. یک روز دو روز از درخت که کنده شد دیگه بیشتر نگاه نمیشه. ما ارزان میفروشیم، همین زیاد تفاوت نمیکنه. مثلا از اول فصل تا آخرش که میوهش خلاص میشه تفاوتش بسیار باشه، هفته یک در با تفاوت میکنه که زیاد نیست. یعنی تازه برآمده سیب کیلو 50 روپیه میدیم ما. نو تازه برآمده؟ بله خوبش هم هست، عدد 50 روپیه سودا میکنیم. به خاطر از اینکه ما فایده کم در نظر میگیریم که اقتصاد کل ما شما وطندارا پایین است دیگه، توانایی کسی نداره که قیمت هم بخره. به مو خاطر ما بسیار یک فایده ناچیز میگیریم که خرج روزگار ما برای وطندارای ما به دسترخوانشان پر رنگ باشه. دقیقاً. بسیار خوب، بسیار کار نیک میکنین دیگه. در پالوی میوه‌های وطنی میوه خارجی هم فروختین، چه قسم است؟ اونا ارزان است؟ قیمت است استاد قنوا است، قیمت است دیگه. زور توانایی نه چی نداره کسی که مثلا چیزای قیمت باید بخره. یک کیلو سیب خارجی 120 روپیه است، مثلا 130 روپیه. زور توانایی وطندارای ما نیست دیگه. بعضی اگه بتونه خریده دیگه یک 80% نمیتونن خریده. همین 50 روپیه هم سرشان سختی میکنه. سیب رو با چند روز نگاه میتونین خودتون از درخت تازه که میکنین؟ این خب یک روز که باغدار کند میاره در مارکت، ما بس فرداش ما میخریم دیگه. ما امروز که خریدیم تا دیگر بخیر ان شاء الله تمامش میکنیم. همین سیب کلش ان شاء الله تمام ان شاء الله ارزان میتیم میخره وطندارای ما. بله سیب وطنی واسه خوب سیب هم است. سیب کجا از روسی نگفتیره؟ والله دقیق دیگه معلومات نداریم که از کجاست. ما از مارکت آوردیم مال بر مقصد سیب وطن است. وطن خود ماست. بله دیگه حالا چی برات بگیم که از کدام باغ است. واقعیت است. بسیار خوب بسیار خوب. چی پیام دارین بیادر؟ پیام ما اینمی است که بیادر هر کسب کاری که است دیگه با انصاف باشد. به خاطر از اینکه اقتصاد ما پایین است، فقط مفاد خود بگیره به اندازه که وطندارای ما توانایی خریدنش داشته باشد. فقط این مقصد. شکر. سلامت بخیر باشید، عافیت داشته باشید. سلام، خوب هستین؟ خوب هستین شما؟ خوب هستین؟ صحت خوب است؟ روز شما بخیر. تشکر. سلامت بخیر باشین. روز شما بخیر میگذره ان شاء الله. شکر. تشکر. زنده باشین. ما اسم وزیر است، وزیر گل است، باشنده شهر مزار شریف. چی مسئولیت دارین وزیر گل عزیز؟ مسئولیت کراچی دارم. کراچی در کجا دارین؟ ماندی. در ماندی کراچی دارین. فعلا کجا رفته بودین؟ کورس میرم حالا فعلا. آفرین. در پالویی که خودتون کراچی دارین در ماندی کورس هم برین. کدام کورس؟ کامپیوتر. کورس کامپیوتر. بسیار خوب. چقدر وقت شده کورس کامپیوتر میرین؟ یک ماه میشه. حدود یک ماه میشه. چطور خواستین که برین کورس کامپیوتر در پالویی که مو نفقه فامیل پیدا میکنین؟ خواستم که پیشرفت کنیم. بله تحصیلات عالی کنیم بخیر. خب فعلا تحصیلات در کجا رسوندین؟ ما 12 خلاص کردیم. 12 خلاص کردین؟ هنوز تصمیم نگرفتین که دانشگاه برین؟ میریم بخیر، میریم دانشگاه، میریم تصمیم داریم بخیر. بله. از چی وقت تا چی وقت در ماندوی کراچی دارین؟ تا 5 عصر. تا 5 عصر.
دیگه تایم کورستون چه وقت است بود؟ 5 است 5 بجه. 5 بجه فعلا طرف کورس روان هستین. کورستون نه وقت نشه او مسلمان. خب اینو 4-15 دقیقه. بسیار خوب. چه رقم است؟ یاد میگیرین کامپیوتر یا نه؟ یاد میگیریم بالا. بخیر ان شاء الله یک وقت استاد شوین یک بسیار دمسوری کامپیوتر رو بفهمین ما یک روز بیاییم و ما رو نشناسین. میشناسیم ان شاء الله که محضر خدمت برای هموطنان ما شویم بخیر. ان شاء الله باز مرم درس میدی کامپیوتر؟ ان شاء الله خواهش میکنم. بسیار خوب. چی پیام داری بیادرم؟ پیام ما برای شهروندای چه ملت افغانستان این همیشه که جور آباد باشن سال با هم محبت کنن برادر باشن کلگی. تشکر سلامت بخیر باشین عافیت داشته باشید موفق باشین سلامت باشین. دوستان نهایت عزیز قسمی که شما دیدین ما امروز هموطنی ما صحبت کردیم در پهلویی که کراچی دارن خودشان یک تایم کورس کامپیوتر هم میرن بتوانه از هر طریق برای فامیل خود برای هموطنای خود برای جامعه خود خدمت بکنه. ما فعلا بریم یک چند جوان کاکا هم تو دیده میشه امروز اینا که صحبت بکنیم که چه قسم است. سلام بیادر خوب هستین؟ خیر هستیم جان تون چرا آرامیس؟ تشکر سلامت و خیر باشین عافیت داشته باشین. میشه خود معرفی بکنین؟ عبدالستار هستم بیادر تاشقرغان. از تاشقرغان از کجای تاشقرغان؟ نه کلر من که فهمیده شد تاشقرغانی است. والا نمی تاشقرغانی ها رو که میبینیم شناخته میشه. طرفش میبینیم میگه نیم آدم از تاشقرغان است. قسم است چیگه باشه به نظری؟ خیر کس دیگه چهره و لبز و چیز فرق میکنه. فرق میکنه. بسیار خوب. از خود تاشقرغان هستین؟ بله از تاشقرغان هستم. من یکی از دوستایم در تاشقرغان است. بسیار یک بچه خوب است. بسیار گل بچه است. تاشقرغانی مردم خوب مردم است. خوب مردم است. بسیار یک جای خوب یک منظری خوبی هم داره به نظرین. چقدر وقت شده باشنده شهر مزار شریف هستی؟ تقریبا نگان 8 سال 7 سال میشه. 8 سال 7 سال میشه. فعلا مصرف میوه فروشی است. فروشیم بله. چند سال است میوه فروشی؟ یعنی 7 سال 8 سال میشه میوه فروشی میکنیم. دیگه خانه تاشقرغان است دیگه. خانه تون تاشقرغان است. فعلا خود اینجا هستین ها؟ اینجا که از اتاق داریم ما. اتاق داریم؟ بله. اگر ما 12 سال 13 سال میشه. اتاق هستم. این اتاق هستین اینجا. اتاق نخریدین یا نه ولی هم کراست؟ نه کراست. بسیار دوامدار نشستین چطور یک اتاق نگرفتین نگان جای زندگی جور نکردین که بخیر فامیلم بتلوین یا نه هم تاشقرغان خوب است؟ تاشقرغان که از دیگه کشاورزی است و زمین و چیزا سیلا کردن نمیشه. این مجبور هستی که اینجا بیای دیگه کار کنی. میوه تعریفی تاشقرغان کدام میوه است به نظری؟ انار از دیگه انجیر از تنگ تاشقرغان بله. انجیر تاشقرغان هم انجیرش بسیار خوب است تعریفم بسیار زیاد میشه از انجیرش دیگه. انجیر و انارش بالاست خوبش است. خوب است. امسال چه رقم بود؟ میوه شده بود نشده بود؟ امسال نه یخ زده بود دیگه انجیر هم نشد و زردالو هم بسیار کم. یک چکر خودم هم طرف تاشقرغان و سمنگان رفته بودم دوستان قصه کردن گفتن امسال والا میوه خراب شدن خنک زده بود. بسیار خوب سلامت بخیر باشین. چه پیام دارین لالا؟ چیزی گفتنی نداریم دیگه چی بگویم دیگه مصرف کاروبار هست برادر چی بگویم دیگه گفتنی. تشکر سلامت بخیر باشین عافیت باشین. دوستان عزیز ما فعلا یکی از عزیزای را گیر کردیم که قبلا هم درست یادم نیست که چه وقت بود امروزشان نگفت صحبت کرده بودیم باش از خودشان بپرسیم که چه وقت بود که امروزشان مصاحبه کردیم. سلام بیادر خوب هستین؟ سلام خوب هستین بخیر آرامیس. تشکر سلامت بخیر باشین عافیت داشته باشین. میشه خود معرفی بکنین بازم؟ فرید رحیمی هستم ولسوالی قندوز هستیم. از قندوز بسیار خوب. به نظرم یک وقت دیگه ما یک مصاحبه داشتیم. بله در رازی جاده مسعود. بله جاده مسعود. خب یادت است که در رابطه با کدام موضوع صحبت میکردیم؟ بله کدام موضوع بود؟
همه چه دختر قلین دختر اوه بیشک خودت یادت از به خدا. ما دوستان نهایت عزیز یک چند وقت پیش یک گزارش داشتیم به خاطر نمی گله یا قلین دختر که در منطقه تان چند است بیادر ما رو باز هم در دروازه شادیان شهر مزار شریف گیر کردیم. چطور از این امرای یه مصرفیت؟ شکر خوب هستیم دیگه. این مصرفیت درشکوانی است دیگه. ریکشا رو تبدیل نکردین؟ نه تبدیل کردیم. نه تبدیل کردیم. اون وقت زر بوده لعابی است. امور را گفتم نه ریکشایتان مقصد تبدیل کردن. ولی یک کم تمام دمی کارا هستیم. خرید فروش هم میکنیم. خب یه خرید فروش هم میکنید؟ جلابی ریکشا را؟ بله استادم در تخار است. خودم همیشه خرید فروش میکنیم. فعلا هم سر یک معامله بودیم هم شما رو دیدیم دور خوردیم. خب بیشک ما را دیدین یک احوال ما را بگیرین. بله. خیر بین سلامت باشین. در پلویی که خودتون کار میکنین ریکشا میفروشین. بله یک تیر دو نشان. بله هم کار از کار غریبی است دیگه. باز به نظرتون ریکشا جلابی خوب فایده داره یا نه که ریکشا دوانی در چهار اطراف؟ این تو گپ از ریکشاوانی دیگه کار میکنی یک خریدار دواره پیدا میشه. چیز میکنی سودا میکنی کم تون فایده میانه. تو دجالا با سودا کنی نمیمانه. این میره مقندز خریدار میریم یک چیزی جورش میکنیم یک قالین مالی میزنیم شکل ابجا بشه میگیم سودا میکنیم. اینجا هم دیگه عدس تعریفی کار روز نداریم دیگه. حالا تایر میزنه ایرا میزنه اورا میزنه بیخی دیگه حالت ما بیخی به تنگ آمده. والا از دست ترافیکای شهر مزار شریف؟ بله این نمایندگی چیزایش امید نمیمانه کار کردن. از او کدام دفعه اول امیر نمیمانه $2800 ایرا میخری انسان. ایرا با دفعه اول بند میکرد نمیمانده شد. حالا ماند آزاد بگرده. این ما پلیدم دارم چایخانه قندز. پلیدم دارین در حالی که پلیدم دارین شما را نمیمونه داخل. نه ولی این کدام تای مشخص داره به نظر من چه وقت تا چه وقت میمونه چه وقت تا چه وقت نمیمونه؟ صبحی تا 8:30 بجه میمونه بعد 8:30 بجه بند میشه تا 1 بجه اعلام میشه تا 3:30 بجه. بعد از شما باز از بند میشه تا نزدیکای شام. تا نزدیکای شام بله دیگه وقتی ریکشا داخل شهر نباشه دیگه اطراف کارم نمیتونه. بله یکی داره یکی نداره. شما اول خودتان یک جای میرین تاکسی 200 میگه رشکا 100 رپا میبره 100 رپا میبره مطمئن هستم این کل خبر داره بس جهان همه هر جای برید همین رشکا تیت هستن. این خودتان یک سیاست نداره یک تاکسی را میگه 1.5 رپا یک رشکا میگه ما 80 میبره مردم در تاکسی نمیرین در رشکا میشنن. هم اقتصادی است هم در هوای گرم مزار شریف بسیار هوادار میره. بله خوب یک چیز خوبش برآمدگی هست. 2 نفر 3 نفر آزاد میشین در یک جای میری هم ارزان هم خوبه. به نظر من شاید نمی شلوغک زیاد میشه به مو خاطر ریکشا رو نمیمونه چون بنظمی شاید هم شده باشه به مو خاطر ریاست ترافیک هم کدام پلان های را زیر دست دارد من کدام چیز را میفهمه که همون تک کار دکده به نظر من. شاید این خود ما دیروار همین شهر هستیم مردم نمیفهمه. همه هر کس روش کار خرید چیز خرید بین سرک 2 دانه حساب میکنه نام کلگی را بعد میکنه. این می رقمی گپ است. نام ریکشاونا رو بعد میکنه به خاطر که میگه سرک استاد میکنه نامنظم زیاد است ریکشاونا نابلد زیاد است خاطر یک سواری 2 تا دیگه در سرک استاد میکنه ترافیک هم بازار میشه کلگی را میکنه. خب ان شاء الله که صحبتایتون گرفته باشه کسایی که درس می مسئولیت داره به خاطر نمی کارهای ریکشا ریاست ترافیک امیدوار هستم که صحبتای شما را گرفته باشه. یا چی پیام داری لالای؟ بخیر باشین زنده باشین خیر باشین سلامت و خیر باشین عافیت داشته باشین موفق باشین سلامت باشین و خیر باشین. دوستان نهایت عزیز این بود گزارش امروز ما از شهر مزار شریف. امیدوار هستم که لذت برده باشین از گزارش های ما و همچنین تصاویرهای زیبایی که از هر سمت از هر منطقه شهر مزار شریف برای تک تک شما عزیزان تهیه نمودیم. سپاس.